استقلال برای ما رمز عالی وطن و وطنداری، بزرگترین نعمت و دولتسازی دولتداری مستقل، کار و پیکارهای پیگیرانه سازندگی، از ما تلاش‌های فداکارانه رسیدن به استقلالیت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را آموزانده، معیارهای جامعه شهروندی را تحکیم بخشید و در یک وقت حیات آزادانه هر فرد و عالی‌ترین درجه بخت و سعادت واقعی ملت را تامین نمود. و گذشته 30 سال صاحب استقلالی اشاره بر آن دارد که در پیاده سازی این آرمان نیکی ملی نقش اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان خیلی نظر است و شایسته آموزش ترغیب است. همه دیگرگونی های زمان صاحب استقلالی، راه و نقب‌ها، ساختمان انشاءات‌های حیاتاً مهم، بلند برداشتن افتخار ملی، وسعت بخشیدن با وضع تعلیم و تربیه و تندرستی شهادت آنند که مردم تاجیکستان با آینده درخشان تاجیکستان باوری اعتقادی قوی دارد. با شرافت سیاست خردمندانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و سازندگی و بنیادکاری مردم مملکت، تاجیکستان عزیز ما با مرحله کاملا نوی انکشافی اجتماعی و اقتصادی، حقوق بنیاد، دنیوی و یگانه وارد شد. ما شهروندان تاجیکستان عزیز وظیفه‌دار هستیم که برای تحکیم این ارزش ملی یعنی استقلال کامل مملکت سهمگذار باشیم.